چطور یقین ما با آخرت، به جنت و دوزخ، به حساب و کتاب زیاد شود؟ بعضی ها هستن که یقینشان خیلی کم است یا ایمانشان خیلی ضعیف است و قدر باور زیاد به این چیزا ندارن، که این دوستا اینا به نام مسلمان هستند. اگر شما میخواین که مسلمان واقعی شوین و یقینتان بالا بره که بعد از این یک جهان دوگام است، حساب کتاب است، آخرت است، جنت است، دوزخ است، جزا است، سزا است، اگر به این چیزا میخواین دوستا که یقینتان بالا بره، مطمئن شوین، یعنی از این ایمانی که میراثی به ما شما مانده است پدر مادر، از این خلاص شویم و ایمان واقعی را به دست بیاریم، یگانه راهشی است که قرآن را باید فهمیده بخوانیم، بفهمید، هم عربیشه و هم به فارسی یا به پشتو یا به اردو یا به هندی، به هر زبانی که میفهمین باید قرآن شریف بخوانین. و ضرور نیست که کدام مولوی به شما ورد درس بده، شما خودتان میتونید قرآن شریف بخوانین و این موضوعات ازش یاد بگیرین و ان شاء الله تعالی که قرآن شریف بخوانین و برش عمل شروع بکنین، شک نیست که دوستا یقین و ایمانتان با آخرت دوستا بیشتر و بیشتر شده میره.